بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز، امروز به نزدتان به یکی از موضوعهای آمدم که در جامعه ما تا حد رایج است، تا حد مشهور است که حتی پناه به الله به شرک هم رفته رسیده است. آن هم موضوعی رفتن به نزد مولای یا یگان دعاخانه برای دعاخوانی یا دعاخوانانی. خیلی میدونید در ما در جامعه تاجیکی، اینچنین در بعضی کشورهای آسیای میانه، در ازبکستان همسایه و قرقیزستان هم هست، اما در ما به گمان من باز هم زیادتر است. زیادی از علم یک عالم نو از نفسش استفاده کردن رو دوست می‌داریم. یعنی نزد یک اهل علم رفته دعا خوانده به من صوف کن گفتن یک چیز خیلی مشهور است و تا حد مشهور است که بعضی ها این رو به یک تجارت تبدیل دادن. یعنی کم نیستن نفرانی که والله اعلم چی خوانده‌اند، در کجا خواندند، چی میدانند برای ما ناروشن است، اما با دعاخوانی خیلی مشهور هستند و با همین خیلی یک بیزنس خوب هم دارند. و اینجا عزیزان میخواهم در همین موضوع که آیا در شریعت در نزد یک نفر رفته مرا دعا خوان به من صوف کن گفتن این یگان سنت پیامبر است؟ آیا اسلام همین گونه امر میکند یا اینکه این هم باز یک نمود کار مردمی یا گفتیم یک عادت های هست که ما این رو به دین کلا ربط داده ایم و کم نیستن عزیزانی که در این مسئله بدنام هم شدند. یعنی در این مسئله چه خیلی که میدونید که موضوع رو نمیخوام وسیع تر کنم. اینجا عزیزان از روی شریعت در حقیقت آیت های قرآن کریم، بعضی آیت های قرآن کریم آیت های شفا هستند. چون در سوره اسراء الله میگوید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. یعنی ما شفا و رحمه گفته آمدگی هست، ما از قرآن آیت های را فرستادیم که برای مؤمنان هم شفا هست و هم رحمت است. یعنی آیت های از قرآن شفا هست برای مؤمنان و رحمت است. و این چونین در ما حدیث در تمام کتاب های سنن هست، از بخاری و مسلم شروع کرده تا ترمذی و نسائی و دیگر کتاب ها، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت بیماری به خودشان سوره ناس و فلق میخواندند، یا که سوره فاتحه رو آیت هایش رو شفا گفتگی هستند، یا اینکه نفری که او را مار میگزد صحابه ها به او سوره فاتحه میخوانند و او شفا مییابد و به پیامبر وقتی میگویند پیامبر اقرار میکنند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم به حسن و حسین نبیره هایشان رضی الله عنهم اجمعین دعا میکردند و صوف میکردند. یعنی در اسلام دعا همچون شفا بودن، یعنی سوره رو خوانده صوف کردن، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم صوف میکردن، میخوندند و به دست خود صوف کرده به بدن خود میمالیدن، یا به بیمار قپیده دعا خواندن هست. یعنی این چیز رو کسی انکار نمیکند، این مسئله اتفاقی است. اما یک نفر همیشه به همین کار مشغول است، نزد یک نفر میروید و میگوید به من دعا خوانده صوف کن، به من قرآن رو خوانده صوف کن. آیا این در شریعت هست یا نه؟ انا این مسئله خیلی چی گویم مجمل هست. برای اون که خیلی گفته ایستادم، در ما همین مسئله اینقدر وسیع هست که بعضی ها هستن که شب و روز فقط به کسر دعاخوانی مشغول هستن. بعضی زنها هستن که فکرشون فقط رفتن نزد مولا هست، هیچ به یادشون نمی آید که شفا دهنده الله هست. همون دعایی که اون مولا میکند تو هم میتوانی بکنی به فرزندت یا به همسرت یا به خودت. شفا به دست پروردگار است. نه حتما بیمار شدن نزد کسی باید بروند که انا این مسئله الکی مسئله خلل در اعتقاد است. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من بیمار شدم او شفا میدهد. یعنی شفا به دست الله است. وقتی گمان کردیم که فقط فلان مولا خواند ما شفا مییابیم، دیگر این مسئله از مسئله رقیه خواندن میبراید به مسئله اعتقادی که شما در دلتون جای کرده اید یک مولا رو، یک نفر رو که فقط همین میتواند با دعا خواندن شما رو شفا دهد. برای همین عزیزان در ما حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 70 طایفه از امت من به جنت بدون سوال و جواب داخل میشوند. وقتی از پیامبر پرسیده میشوند که آنها کیها هستند، پیامبر میگویند هم الذین لا یسترقون،
ولا یکتوون ولا یتطیرون و علی ربهم یتوکلون. آنها طایفه هستند که نزد کسی رفته به من رقیه خوان نمیگویند. اینقدر به الله ایمان قوی دارند که بیمار شدن نزد کسی رفته تو به من دعا خونده صف کن نمیگویند. خودشان رو رقیه میخونند، خودشان دعا خونده به خود صف میکنند، شفا را از الله میدانند و خودشان دعا میکنند. کسی را رفته به من دعا خوان نمیگویند. و این چنین نفرانی هستند که هرگز فالی بد نمیبینند. فلانی اومد که این گونه شد، فلانی نمی بود این گونه شد، گربه سیاه را دیدم روزم بد شد، این گونه فالهای بد ندارند. و این چنین با علاب یا با آتش خود را شفا معالجه نمی کنند که در عرب ها این بود که آتش رو شفا می دانستند. حتی بعضی ها بیمار نشوند هم با آتش خود را سوزاندن را دوست می داشتند که گویا که بیماری ها را دور می کند. و ببینید در آخر همین پیامبر میگن و علی ربهم یتوکلون، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اینها اینقدر به الله توکلی قوی دارند که نزد کسی رفته مرا دعا خوان نمیگویند. و سبحان الله تقریبا یگان صحابه رو، یگان تابعین رو، یگان اتباع تابعین رو، یگان صاحبان مذهب و شاگردان صاحبان مذهب رو، چه ابو حنیفه رحمت الله علیه باشه دیگر شاگردانشان نمیشناسید که مشهور بودن با رقیه خوانی، نمیشناسید که همه نزد ایشان می اومد و میگفت به من دعا خوانده صف کن. و حتی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها اومده به من دعا خوانده صف کنه نمیگفتن. پیامبر حسن و حسین رو اگر دعا میخوندن از خودشان دعا میکردن که دعاهای هست علل خصوص ناس و فلق یا بعضی دعاهایی که از پیامبر اومدگی است مثل بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. پیامبر میگن اگر این دعا رو شما صبح و شام خوانید هیچ چیز به شما ضرر نمیکند، نه چشم، نه سحر، نه چیزی دیگر. یعنی این مسئله عزیزان که ما دیگر نگاه کنید رقیه خواندن یا دعا خوانده صف کردن عیناً همون دعا هست، فقط دعا برای شفا یافتن است. الله میگه ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت میکنم. شرط نیست نزد کسی رویم، علل خصوص زنها شرط نیست کودک خود را گرفته از این شهر به اون شهر دویده روند، یا شرط نیست که مثلا یک پولی کلان کتی روید و دعا خوانده صف کنگویان. فقط فکرتون باز این یعنی نفرانی که مسئله رقیه خوندن رو به تجارت تبدیل دادن میگویند بار دوم بیا، بار سوم بیا، هر 3 ماه بیا، بار 7 بیا. این همین خیلی دوام دادن میگیرد، هر آمدن و گفت خودمان هر سیانس دیگر به پولهای کلان که این عموما به دین رابطه ندارد. این تماما مسخره کردنی قرآن و سنت است که شما دیگر به یک تجارت کلان تبدیل دادید که یک نفر رو با 1001 بهانه یک بار بیا، 2 بار بیا، 3 بار بیا و میدونید که حتی بعضی رو تنها بیا که زنی کلن یک زنی با نامحرم 2 نامحرم می نشینند و گویا این به این دعا میخواد است. در کجا آمده است که یک نامحرم با یک نامحرم در یک خانه بنشینند در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ثالثهم الشیطان، سومین نفر شما شیطان است اگر 2 نامحرم با هم باشید. یعنی این نمود دعا خواندن عزیزان تماما از روی اسلام نیست. این خلاف شریعت است که شما نزد یک نامحرم روید تنها به تنها با او بنشینید او دعا خواند و سبحان الله حتی دست رساند و دیگر مسئله ها هم هست اینجا. و پس یعنی خواهرانی که همیشه شکایت از چشم میکنند که به کودکم چشم رسید یا به من سحر شد، گمان میکنم به من جن رسید، گمان میکنم من ترسیدم، پس چرا شما سبب رو پیش نمیگیرید؟ پس چرا سخن پیامبر رو که میگویند سوره بقره خواندید هیچ چیز به شما ضرر نمیکند، صبح و شام ناس و فلق رو خوانده به خود صف کرده چیزی به شما ضرر نمیکند. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم 7 بار این رو گفته دیگر شما در ذمه الله هستید. یعنی چرا این دعاها رو حفظ نمیکنیم و اینقدر از این خانه به آن خانه ببخشید از این مولا به آن مولا دویده میگردیم در حالی که بیخبر هستیم که در قلبمون ما شفا رو از او دیده ایستاده. یعنی در اینجا گویا که شفا در دست همین است، فقط همین آدم قرآن خواند ما شفا مییابیم. هستن همین گونه زنها میگن نه کسی به من دعا خواند تاثیر نمیکند، فقط فلانی خواند. نه، اینجا مسئله شرک است. وقتی که تو شفایت رو فقط در یک نفر میدونی، وقتی تو گمان میکنی که قرآن رو فقط فلانی خواند شفا است، دیگر رو قرآن خواند شفا نیست، در اینجا تو توکل نداری. در ما حدیث دیگر است در ترمذی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من اکتوا او استرقا فقط بری من التوکل. کسی که
با آتش خود را معالجه کند. خیلی گفتم در عرب ها این عادت بود که گمان میکردن با آتش سوزانیده ایستند بلاها دور می شود. یا اینکه پیش کسی رفته مرا دعا خوان گوید، دیگر او توکل ندارد، توکل از او رفته است، برای اون که او در قلبش نه دعای مرا الله اجابت نمی کند، دعای مرا اجابت می کند. گویان الله که به الله چی است، توکلش به الله، اعتمادش به اینکه الله دعای او را اجابت میکند کم است یا عموما وجود ندارد. خودت رو خودت دعا خوان. کی گفته است که حتما نزد کسی بروی؟ مسئله دیگر عزیزان، خیر گفتیم نه کودک میده هست یا مادر خودش قرآن خوانده نمیتواند یا پدر قرآن خوانده نمیتواند، دیگر این مصیبت است که یک مسلمان قرآن خوانده نتواند. آره برای کودکان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرزندان جعفر رو دیده میگویند به اینها دعا خوانید، به اینها چشم رسیده است. و این چنین حدیث حضرت عایشه است که به کودکان فاطمه بنت قیس بود خطا نکنم، میگویند به اینها دعا خوانید. به کودک دعا خواندن درست است، یعنی به کسی گفتن که به کودک من دعا خوان. یا اینکه گفتیم کسل آدمی بیمار از حد حالش وزمین است که علاج دعاخوانی ندارد، عموما هیچ چیز تلفظ کرده نمیتواند، آره کسی رو بیارید به او دعا خواند انشالله باکی ندارد. وقتی که کسل علاج خودش به خودش دعا خواندنش نیست، یا کودک میده است و پدر و مادر دعا خوانده نمیتوانند، اما شرط دارد اونی که دعا میخواند او باید اهل تقوا باشد، چون دعای تقواداران اجابت است. نه اینکه یک ببخشید و جادوگر ماننده که میگوید و به شما میآید و یک چند چیز رو فلان روز این رو نخور، آن رو نخور، این کار را بکن، آن کار را نکن، این همین قدر مبلغ. نه این تماما کار تقواداران نیست. یعنی اگر علاج ندارد حتما دیگر کودک خیلی گفتم بیمار است یا آدمی بیمار علاج قرآن خواندن یا رقیه خواندن به خود ندارد، پس باید نزد کسی روید که اولا رقیه خوانی کسب کار او نباشد، چون این خلاف سنت است. خیلی گفتم صحابه های پیامبر مشهور بودن، یکی با دانستن قضا یعنی حکم کردن، یکی با دانستن حلال و حرام، یکی با دانستن مسئله های میراث، یکی با دانستن راه های جنگ و غلبه کردن با دشمن. اما کسی از آنها مشهور نبود که همه رو دعا میخواند و صوف میکرد و شفا میافت. یعنی این خلاف سنت و خلاف صحابگان، خلاف تابعین است که یک نفر مشهور باشد فقط با دعا خواندن. پس وقتی که خیلی گفتم کسی اگر بیمار است می توانیم از یک نفر بگوییم که دعا بخوان. وقتی که کودک است یا خودمون میدونیم که بیمار هستیم یا علاج قرآن خواندن نداریم، در حالی که باید هر یک پدر و مادر دعا خواندن رو بدانند، کدام آیت ها شفا است، کدام دعاها رقیه است باید بدانند. که ما اینها رو میمونیم فقط آدم میکویم، یکی هیچ علاج ندارد، پس یک نفر رو بگیرید که او در حقیقت قرآن رو درست خوانده تواند، معنای قرآن رو داند، رقیه خواندن چیست، دعا خوانده صوف کردن چیست بداند. و البته که تنها به تنها نشستن و این خوراکواری ها رو میخوری به اون صوف میکنم به این صوف میکنم، این کارهایی که عموما از شریعت بیرون است، این کارها رو در یک نفر دیدیم، گمان نکنید که از رقیه خوانی او کودک شفا مییابد، برای اون که کاری که او کرده است استاده است خلاف شریعت است. یعنی کسی که رقیه میخواند حتما باید اهل تقوا باشد، حتما باید بداند که چی خوانده استاده است، کدام آیت ها، کدام دعاها، و این چنین چیزی که او میخواند معلوم باشد. بعضی چیزی میگن چه گفته استاده است معلوم نه، یا به کاغذ ها چیزها رو نوشته میدهند که در حالی که پیامبر به کسی به کاغذ دعا نوشته ندادن. آره در مسئله تومور انشالله در صحبت دیگر یا یگان بار دیگر صحبت میکنیم. اما تومورهایی که رختکشک و خطکشک است و تماما جادوگری است، تماما جادوگری است. پس عزیزان اینجا هر یک مسلمان خودش برای خودش دعا خواند و صوف کند، این بهتر است، این بالاترین درجه ایمان و توکل است. اما دیگر علاج ندارد که دعا خوانده صوف نمیکنه، در اینجا نزد کسی روید که دعا خوانی کسب کار اون است. یک مسلمان است، یک اهل قرآن است، یک اهل تقوا است، یک انسانی هست که مردم میدانند که او با دعا خوانده صوف کردن درآمد نمی کند، او کسب کار خودش را دارد، به خاطر الله باز به شما کمک میکند. اما مثلا خودتون یک بیماری را دیدید و گفتید من به تو دعا میخونم، یا شما بیمارید، یک برادر خواهر حتی
به شما گفت، یعنی زنها به زنها البته، به شما دعا میخونم باکی نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی دعا خوانده بودن. حضرت عایشه میگن من به پیامبر دعا خوانده بودم. اگر کسی خود از خود به تو دعا میخونم گفت و شما میدونید که اهل تقوا است، باکی ندارد. اما حدیثی که پیامبر میگویند این طایفه که به جنت بدون سوال جواب داخل میشوند، اینها به کسی رفته برای دعا خوانده میگویند خودتان از کسی طلب کنید. خود رفته طلب کردن این چه است؟ این مکروه است که متاسفانه ما این رو دیگر یک عنعنه میدونیم که خیلی گفتم بعضی و حتی در مسئله شرک به این آلوده شدن. این بود عزیزان صحبت امروزه من باز در این باره مسئله هایی که در جامعه ما خیلی رایج است و به شریعت ربط ندارد. در دیگر موضوع ها، در دیگر برنامه ها همراهتان صحبت میکنم. در پناه الله یگانه باشید. بگذار الله خودش برای همه بیماران شفا بدهد و توکل ما به الله خیلی خیلی قوی باشد که نزدیک کسی رفته به من دعا خوان نگوییم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.